قبلا خدمتون عرض کردم که موفقیت از نقطه‌ای شروع میشه که تو از منطقه امن و آسایش خودت خارج بشی و در منطقه ریسک و خطر قرار بگیری. ببینید، موفقیت به معنای اشتباه نکردن نیست. موفقیت در حقیقت به معنای تکرار نکردن اشتباهه. این جمله بیل گیتس معنای خاصی رو در خودش داره که میگه تو بسیاری از اطرافیانت رو زمانی که در مسیر موفقیت قرار میگیری از دست میدی. خیلی ها رو به هر علتی. به همین خاطره که لامبورگینی فقط 2 تا صندلی داره ولی اتوبوس 50 تا صندلی داره، چون ته اون مسیر موفقیت، حالا با نگاه بیل گیتس البته به ثروت و پول و ایناست که اینو میگه، ولی مثلا اتوبوس 50 تا صندلی داره. میخوام اینو عرض کنم که زندگی فقط 10% چیزیه که برای تو اتفاق میافته، 90% واکنش خود توه و موفقیت در نحوه اجرای همین 90% که حاصل میشه. همین 90%. بنابراین 10% کنش‌های زندگی، حوادث، اتفاقات، 90% واکنش‌های توه که اگر مبتنی بر عقلانیت و منطق و بینش و درایت باشه قطعاً تو رو به نقطه عطف موفقیت نائل میکنه و میرسونه. یکی از لوازم اصلی موفقیت به باور من جداسازی و مرزبندی بین واقعیت و تصور تو از این واقعیت. در واقع تفاوت و مرز بین واقعیت و دریافت از این واقعیت که تو رو متوجه مسیر میکنه و میدانی که تو کجای این مسیری. درک تفاوت بین ابجکتیو و سابجکتیو. من یه توضیح به شما بدم. ما میگیم سیب قابل مشاهده است، یه واقعیت. این سیب اگر من نشون شما هم ندم سیبه، بیارم بالا نشونتون بدم سیبه، اصلا اینجا نباشه صحبت از سیب کنیم، این سیب رو هم تو میشناسی هم من. خب یه واقعیت. به این میگن ابجکتیو، عینی، واقعی، قابل مشاهده. وقتی من میگم این سیب خوشمزه است، این دیگه نظر منه. تو ممکنه بگی نه بدمزه است، من میگم نه خیلی خوشمزه است. این دیگه میشه سابجکتیو. اگر انسان برسه به این که بداند بین واقعیت، ابژه، و دریافتی که تو از واقعیت داری، یک مرزی وجود داره که نباید این دوتا رو در هم تنیده کنی و بتوانی مرزش رو تشخیص بدی، بسیار موفقی. کتابی است به نام سایکو سایبرنتیک اثر مکسول مالتز که در حقیقت علم کنترل ذهن رو بیان میکنه. مکسول مالتز میگه با یکی از دوستای تاجرم که 200,000 دلار، مثلا 55 سال پیش، 200,000 دلار 55 سال پیش یه چیزی حدود 20 میلیارد تومان الان بود. گفت با دوستم که 200,000 دلار آسیب مالی دیده بود، شکست خورده بود، ورشکست شده بود،
تو یک رستوران خیلی لوکس و لاکچری مشغول خوردن غذا بودیم. دیدم این رفیقم تاجره گفت که نابود شدم. بغض کرد، اشک اومده بود تو چشماش. میگو بدبخت شدم، نابود شدم، بی آبرو شدم، آبروم پیش همه از دست رفته، کل سرمایه مالیمو از دست دادم، آنچه که داشتم. گفت که این برای من سوال بود که چرا این آدم قاطی کرده. بهش گفتم چرا قاطی میکنی؟ تو توی این قضیه $200,000 از دست دادی، این درسته، اما چرا میگی آبروم رفته؟ چرا فکر میکنی آبرو تو هم از دست دادی؟ بله قبوله، تو $200,000 پول رو در یه قضیه، یه واقعیت، این یه واقعیت که قابل مشاهده هم هست، اما اینکه تو بی آبرو شدی، این دیدگاه متوهمانه خودته، این دریافت ذهنی خودته و هیچ ارتباطی هم با واقعیت نداره. هم اینو عرض کنم آقای عزیز، خانم گرانقدر، چاقی، در حال تجربه چاقی هستی، خب باش، اما اینکه فکر میکنی زشتی چون چاقی، زشتی، این احساس خودته عزیز دلم، این دریافت خودته و هیچ ارتباطی با واقعیت چاقی تو نداره. ابژه و سوژه هم همینه، این یه سیبه، همه میدونن این سیبه، چه دیده بشه چه نشه، این ابجکتیوه، اما اینکه من میگم خوشمزه است، این دریافت من. بین دریافت هامون، بین مشاهدات عینی و واقعیت های موجود، با آنچه که ما در حقیقت دریافت میکنیم یک فاصله ایجاد کنیم. یکی از پایه‌های اصلی موفقیت اینه که تو اجازه ندی دریافتت از واقعیت به گونه‌ای باشه که بخواد تو رو به سمت یأس، ناامیدی، به سمت افسردگی، به سمت غم بکشونه. نکته بعدی در مورد موفقیت اینه که آنچه رو که انکار میکنی یادت نره، آنچه رو که تو انکار میکنی تو رو شکست میده و آنچه رو که تو میپذیری تو رو تغییر میده، تو رو متحول میکنه. چرا؟ چون تمام چیزهایی که از واقعیت یا ابجکتیو رو نمیپذیری تبدیل به ذهنیت تو میشه و دائما ذهن تو رو مشغول نگه میداره و چون ذهن سازنده تصاویر زندگیه، لذا اون چیزی رو که نپذیرفتی تبدیل به سازه ها و پایه های ذهنی تو میشه و خودش رو تکثیر میکنه. قبلا هم عرض کردم خدمتون در بعضی از برنامه ها که وقتی که ما چیزی رو پذیرفتیم، مثلا پذیرفتیم که آب رفع تشنگی میکنه، قبول کردیم که خورشید تو آسمونه، ماه تو آسمونه، این دیگه با ذهن ما و ذهن ما دیگه با این مسئله چون قبولش کردیم کاری نداره. اصلا یک سر سوزن دیگه ذهن به این مسئله پیله نمیکنه. بنابراین یکی از پایه های موفقیت اینه که اگر چیزی رو دوست نداری و میخوای از زندگیت محو بشه، اونو بپذیر. کم کم که ذهن خودت رو با پذیرش خلوت کنی، اون موقع فضا برای خلق چیزهای تازه، دنیای تازه برای تو باز میشه، فضای ذهن باز میشه. البته این پذیرشی که من عرض میکنم خدمتون سخت ترین قسمت تحوله. پذیرش
در واقع سخت‌ترین بخش موفقیته، همین پذیرش. خیلی ها میبرن، خیلی ها از پا میفتن، خیلی ها شکست میخورن، افسرده میشن. من کوتاه‌ترین سخنرانی انگیزشی بسیار 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 زیبا رو از کوچیز، یکی از رؤسای گرانقدر و ارزشمند و بالا مقام مشهور قبیله آپاچی سرخپوستا خوندم. جمله‌ای که کوچیز میگه، واقعا این جمله رو باید طلا گرفت. کوچیز کسی بود که در قرن 19 میلادی زندگی میکرد با مردمش در آمریکا. رئیس قبیله آپاچیا بود و به عنوان دلیرترین جنگجوی ماهر و رهبری شجاع و با بصیرت برای قبیله آپاچیا بود. کسی که جانانه در برابر حملات ارتش ایالات متحده آمریکا مقاومت کرد. کوچیز حدود سال 1861 تا سال 1872 شب و روز مداوم بیوقفه یکسره به عنوان رهبر قبیله آپاچیا در جنگ با آمریکا، یکسره از 1861 تا 1872. حالا کوچیز چی میگه؟ خواهش میکنم این جمله کوچیز رو بسیار 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 به خاطر بسپارید. این کلید موفقیته. کوچیز میگه که میگه امروز سخت، امروز سخت، فردا خیلی خیلی سخت‌تره. فردا خیلی خیلی سخت‌تره. پس فردا بسیار 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 زیباست. دوباره میگم، کوچیز میگه که امروز سخت، فردا خیلی خیلی سخت‌تره. پس فردا بسیار 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 زیباست. اما بیشتر مردم فردا عصر میمیرن. بیشتر مردم فردا عصر میمیرن. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً توی همان نقطه بزنگاه، تو پیک رشد، تو پیک عبور، تو پیک تحول، تو اوج رشد که داری میری روی سکوی موفقیت بیستی، خیلی اونجا ریزش میکنه، میبرن. کافیه یه ذره دیگه مقاومت کن، یه ذره دیگه صبر کن. امروز سخت، فردا خیلی خیلی سخت‌تر، پس فردا خیلی خیلی زیباست. اما بیشتر مردم فردا عصر میمیرن. خیلی هم تلاش کردم، دقیقاً روی لحظات پایانی میبرن، میافتن. امیدوارم که جمله کوچیز بزرگ، این روح بزرگ به خاطر بسپارید.